سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خیلی خوب و خوش و سلامت باشید. امروز میخوایم با هم دیگه یه شیرینی خیلی خیلی خوشمزه و سنتی درست کنیم که درست کردنش هزاران نکته داره که من میخوام توی این ویدیو همه نکته هاشو بهتون بگم که اگر که شما این نکته ها رو یاد بگیرید میتونید بهترین شیرینی های قرابیه رو توی خونه خودتون درست کنید. قبلا آموزش شیرینی نارگیلی و گردویی گذاشته بودم براتون، مونده بود شیرینی قرابیه بادومی که امروز میخوایم با هم دیگه درست کنیم و تمام نکاتش رو یاد بگیریم. من بهتون قول میدم که این نکات رو اگر که شما رعایت کنید دیگه حالا نه تنها این دستور، هر دستور دیگه که داشته باشید رو میتونید باهاش شیرینی قرابیه خیلی خوشمزه درست. 3 تا ماده اصلی که ما نیاز داریم برای شیرینی بادامی شکر هست، بادوم هست و سفیده تخم مرغ که اینجا بادوم من دارم از خلال بادوم و پرک بادوم استفاده میکنم. شما میتونید از پودر بادوم استفاده کنید. اگر که بادوم سالم دارید هم حتما اول باید توی آب بذارید 1 ساعت بمونه خیس بخوره، پوست نازک قهوه‌ای روش رو جدا کنید، بذارید آبش بره، تقریبا 60-70% آبش بره، بعد ازش استفاده کنید. خب ما بادومی که داریم و داخل یک کاسه میریزیم، شکر رو هم اضافه میکنیم بهش، یه مقدار اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. سفیده تخم مرغ داریم که توی این مرحله 1/3 از این سفیده تخم مرغ یعنی 50 گرم از سفیده تخم مرغ رو ما داخل این موادمون میریزیم. خب اینا رو با هم دیگه یه مقدار مخلوط میکنیم که خب مواد سفتیه دیگه، مخلوط کردنش هم یه مقداری مشکله. حالا ما باید این ترکیبی که به دست اومده رو از چرخ گوشت یه دور رد کنیم. حالا از موادی که آماده کردیم من قاشق برمیدارم، چرخش میکنم. یهو نریزید چون که مواد سفتیه، ممکنه که گیر کنه توی چرخ گوشت. حتما قاشق موادتون رو بریزید و کم کم چرخش کنید. خب حالا موادی که به دست اومده ببینید این مواد سفتیه. ما از این گلوله های کوچیک، تقریبا گلوله های اینقدر اندازه یه پرتقال کوچیک برمیداریم، موادمون رو اینطوری گلوله میکنیم. حالا اون بقیه سفیده تخم مرغی که مونده بود، هر کدوم از گلوله ها رو ما یه دور توی سفیده تخم مرغ میغلطونیم و اینو یه دور چرخ میکنیم. انقدر ما این کار رو تکرار میکنیم که سفیده تخم مرغمون تموم بشه. با همه گلوله ها همین حرکت رو انجام میدیم.
خب من اون گلوله هایی که بهتون گفتم و 2 دور چرخ کردم، یعنی 2 دور توی سفته تخم مرغ زدم و هر گلوله رو چرخ کردم تا اینکه سفته تخم مرغ تموم شد. ببینید در نهایت ترکیبی که به دست میاد همینقدر غلظتشه و یه موادی هست که کش داره. حالا ما اینو داخل یه تابه میریزیم، باید مرحله داغ زدن رو انجام بدیم. حتما حرارت زیر تابه باید متوسط رو به پایین باشه، نباید خیلی بالا باشه. داخل تابه موادم مرتب باید با لیسک همش بزنم. اگر که دماسنج دارید، دمای این مواد باید به 40 درجه برسه. انگشتتون هم میتونید امتحان کنید. دمای 40 درجه یه مقدار از دمای طبیعی بدن بیشتر هست. الان یه مقداری بیشتر شد، 49 درجه شد. من دیگه گازو خاموش میکنم، صبر میکنم که ببینید این موادمون کاملا شل شده، شکرش آب شده. حالا من صبر میکنم که این سرد بشه، بعد بهش باقی مواد رو اضافه میکنم. خب مواد من دیگه تقریبا سرد شده. الان میخوام بهش آب لیمو ترش رو اضافه کنم. 1/4 قاشق چای خوری آب لیمو ترش تازه داریم، بهتره که تازه باشه آب لیموتون. میریزم توی موادم. حالا من تقریبا 5-6 دقیقه اینو با همزن برقی میزنم این مواد رو. اگر که خیلی هم موادتون سرد نشده، حالا خیلی نیاز نیست حساسیت به خرج بدید، چون که توی این مرحله که من دارم هم میزنم موادمون سرد میشه. وانیل رو اضافه میکنم و آرد برنجی که دارم و روی موادم الک میکنم. دیگه نیاز نیست که با همزن هم بزنیم، فقط در حد مخلوط شدن با لیسک مخلوط میکنم. در نهایت ببینید غلظت موادمون به همین شکل هست. این مواد شله. من بهش روش یه پلاستیک فریزر میکشم، نیم ساعت تا 1 ساعت میذارم توی دمای محیط استراحت کنه. مواد یه مقداری سفت‌تر از این حالت میشه و بعد شیرینی رو میپزم. من ماسوره رو داخل یه سرماسوره گرده داخل قیف گذاشتم. اگر که این ماسوره رو ندارید اصلا نیازی نیست، شما سر قیفم قیچی بزنید کافیه. این اندازه این سر ماسوره تقریبا 2 سانت هست. حالا من داخل کاسه میذارم، میخوام موادم رو توش بریزم. منتها برای، حالا من قبلا هم گفتم برای شیرینی نارگیلی و شیرینی گردویی هم گفتم که همیشه این شیرینی ها رو ما یه دونه داخل فر تست میکنیم و بعد ادامهش رو میپزیم. وقتی که موادمون داخل فر میره باید دقت کنیم ببینیم وقتی که پخته میشه اگر که روش ترک های عمیقی داشته باشه یعنی موادمون سفته، بهش ما در حد 1 قاشق 2 قاشق آب اضافه میکنیم. اگر که دیدیم موادمون شله خیلی پهن شده بهش در حد 1 قاشق هم آرد برنج اضافه میکنیم. برای همین حتما اینو با یه دونه تست انجام بدید، یعنی یه دونه شیرینی رو بذارید پخته بشه. اگر که همه چیزش دما و همه چی اوکی بود بقیه رو بپزید. من یه مقدار از این مواد رو داخل قیف میریزم.
خب حالا من این یه دونه رو میذارم بپزه. این چون تسته روش من بادوم پسته هم نمیریزم، چون میخوام دقت کنم ببینم روش چه شکلی میشه. من فر رو با دمای 170 درجه روشن کردم، ببخشید 180 درجه روشن کردم، هم حرارت پایین هم حرارت بالا. وقتی که سینی رو داخل فر میذارم میشینم جلوی فر، چون حرارت بالا هم روشنه. دقت میکنم به شیرینی. وقتی که دیدم روی شیرینی رویه بست، سریع حرارت بالا رو خاموش میکنم و دمای فر رو میارم روی 170، یعنی 10 درجه کم میکنم و اجازه میدم که کاملا زیر شیرینی هم رنگ بگیره و کامل پخته بشه. خب من شیرینی رو از توی فر در آوردم، دقیقا همون چیزی که میخواستیم شد. ببینید روش ترکاش کاملا به اندازه است، نه خیلی شل بوده که پهن بشه، نه خیلی سفت بشه که ببینید وقتی که خیلی موادمون سفت باشه 2-3 تا ترک میفته، ترکش هم عمیقه، یعنی کاملا بین هر طرف شکاف ایجاد شده. این دیگه کاملا پخته شده، ببینید رویش ترده، داخلش کاملا نرمه و از همه نظر عالی شده. حالا ما با همون دما و همون تایم و همون روشی که پیش رفتیم تمام شیرینی هامون رو میپزیم. برای قیف زدن دقت کنید، ببینید ما قیف رو تقریبا 2 سانت از سینی فاصله میدیم، یه فشار کوچیک میدیم و بعد از همین بالا برش میداریم. حتما با فاصله پایپ کنید. دیگه قیفتون رو تکون ندید، همونجا ثابت نگهش دارید و یه فشار کوچیک بدید تا موادتون بریزه. حالا روی شیرینی ها من یه مقداری پرک بادوم و پودر پسته میریزم. خب شیرینی خوشمزمون آماده شد، خیلی عالی شد، دقیقا همون چیزی که انتظار داشتیم. با این مقدار مواد تقریبا نیم کیلو ما شیرینی بادومی داریم و حالا الان میخوام بافتشم بهتون نشون بدم. یه مقدار اجازه میدیم که شیرینی همون سرد بشه، بعدش از سینی جدا میکنیم. همونطور که میدونید شیرینی قرابی بادومی یکی از شیرینی سنتی های شهر تبریزه که تقریبا میشه گفت یکی از لاکچری ترین و لوکس ترین شیرینی هاست و خیلی هم شیرینی گرونیه، یعنی از باقلوا قیمتش بیشتره، ولی خب امروز که یاد بگیرید خودتون میتونید تقریبا با نصف اون هزینه خودتون توی خونه درست کنید و لذت ببرید. واقعا شیرینی قرابی اگر که تازه باشه خیلی خوشمزه است، یعنی تمام شیرینی ها نمیتونن بهش برسن، نه باقلوا نه شیرینی های دیگه. پس بهتون توصیه میکنم که حتما اینو درستش کنید و از طعمش و بافتش لذت ببرید.